انشاءالله. سلام علیکم، شبتون بخیر. اینک در نزد بیمارخانه هستیم. دوستم دخترچم مبارک باشه انشاءالله. خداوند عمر دراز، تنیسیت، سلامتی خوب، دختر صالحه و قارئ قرآن شوه انشاءالله. در خدمت پدر و مادر دائمی شوند. راستی این خداوند نکرد صفی خیر امتون محمد از دل کنه انشاءالله. دختر صالحه به وی برسد. ماشاءالله، بارک الله فیکم. امروز دختر 13 آگوست دختر جرایما صاحبی دیر نقطه شد انشاءالله. ساعت 8:10 آواز شیرینش برآمده است. الله اکبر. آواز شیرینی. الحمدلله. بارک الله فیکم. نمیخیل برادرای عزیز در دعای خیر کنید. خداوند کسایی که به فرزند هستند صاحب فرزند شون کنم. کسایی که در انتظار فرزند هستند خداوند به آنها هم فرزند عطا فرماید انشاءالله. بهترین نعمت این در روی جهان داشتن پدر و مادر است و همچنین داشتن همسری خوب و فرزندهای صالح و صالحه. بارک الله فیکم. ماشاءالله.